ما هممون تو زندگی دنبال یک تیکه گم شده میگردیم. احساس خوشبختیمون رو داریم، دنبال میگردیم که یه چیزی باید بیاد و اینو تغییر بده. این تیکه پازل زندگی من چیه؟ چی باید بیاد و اضافه بشه که زندگی من قشنگ؟ با خودتون فکر کردید این تیکه پازل ما چیه که قرار زندگیمون خوب کنه؟ هممون اطرافیانی داریم که همه چیزو دارن، همه امکاناتو دارن، جایگاه اجتماعی خوبی دارن، ولی وقتی باهاشون هم صحبت میشیم میبینیم نه، اینا هم همچین اوکی نیستن دیگه. اینا دیگه چرا؟ اینا که هر داشته ایشون آرزوی شاید 50 تا خانواده باشه، این دیگه مشکلش چیه؟ این چرا ناراحته؟ از اون طرفش هم داریم و دیدیم اشخاصی که خیلی ساده، خیلی معمولی هستن ولی حالشون خوب و مشتیه. وقتی که باهاشون هم صحبت میشیم لذت میبریم از اینکه باهاشون نشستیم و هم کلام شدیم. این تیکه چیه؟ این گمشده چیه؟ این گمشده ای که قراره بچسبه به این پازل چیه؟ این میخواد به ما بگه که طرز نگاه ما باید عوض بشه. طرز نگاه ما به داشته هامون و به خوشی هایی که مد نظرمونه باید عوض بشه. باید تغییرش بدیم. این چارچوب بیروحی که توش افتادیم باید بیایم بیرون. به چیزای خیلی ساده حال خوب کن ممکنه کلا زندگیمون رو تغییر بده. اسم فیلم هستش دست نیافتنی ها. سال ساخت 2011 و محصول کشور فرانسه به کارگردانی ریک تولدانو. فیلم روایت میکنه داستان یک اشرافزاده‌ای که در یک سانحه ورزشی پاراگلایدر دچار معلولیت شده و احساس خوشبختی نداره. از اون طرف یک شخصی هستش که خیلی به هیچ چیزی پایبند نیست ولی یه چیز براش مهمه، اونم زندگیه. سعی میکنه تو لحظه زندگی کنه، لایو the moment now. چسبیدن این دوتا به هم دیگه و تکمیل شدن پازل این دو نفر با هم، هر دو داستان قشنگی رو رقم میزنه که پیشنهاد میکنم اگر ندیدید این فیلم رو ببینید، شاید به جواب سوالتون برسید که کجای پازل من باید تکمیل بشه و یا تغییر. یه وقتشه به خودمون یه تلنگر بزنیم، بگیم که خب چیه این گیر زندگی من؟ چیه این دردی که من احساس خوشبختی نمیکنم؟ باید چی رو تغییر بدم؟ چی رو باید تکمیل کنم؟ اگر روی چه چیزی زمان بذارم حالم خوب بشه؟ این تغییر ممکنه هر چیزی باشه دوستان، هر چیزی. برای یک کسی ممکنه ورزش باشه، برای یک کسی ممکنه رفاقت باشه، برای یکی ممکنه رقص باشه، هر چیزی. اما باید پیدا کنیم اون حال خوب و اون حالی که به دلمون میچسبه و دگرگونمون میکنه. و نکته آخر رو بگم، ما تو دنیا هستیم که به هم کمک کنیم دوستان. اگر میتونیم کمک کنیم و دستگیری کنیم از هم نوعای خودمون. شاید این کمک کردنی که تو این فیلم داره نشون میده بتونه حال ما رو هم خوب کنه و مطمئن باشید که بالاخره دنیا اون حال خوبش رو نصیب ما هم خواهد کرد. حضرت مولانا جمله قشنگی داره با عنوان حرف آخرم: و اگر بر تو ببندد همه رهها و گذرها، ره پنهان بنماید که کس آن راه نداند. موفق.